جام جهانی 2018 پشت صحنه بازی برزیل سوئیس. شماره 1 نیمار. فکه همه بیننده ها پیاده شده بود، اما نه برای تکنیک های نیمار، چون یه مدل موی افتضاح دیگه از خودش درک کرده بود. خودتون ببینی؟ مثل رونالدو شدم، مثل سیلوا شدم، مثل هیولا شدم. این خودشه. نیمار تو خوشتیپی پوز منو زدی که. شماره 2 گل کوتینیو یه بار دیگه یه موشک فرستاد کنج دروازه. سلام، من کوتینیو هستم. بارتمو گل دیدی؟ اونو رد کن بیاد. شماره 3 کلی تییاگو سیلوا. تییاگو حالت خوبه؟ گمانم خوبم. بگو اسمت من جیمز میلرم، برای لیورپول جلوی روم بازی نمی‌کنم، نیمه نهایی لیگ قهرمانان. میگم بگو اسمت چیه؟ من لوریس کاریوسم، چشم بابا قوری میچینه. دیگه اسم واقعی چیه؟ نه چه مرگیده؟ درد میکنه. نه یادم اومد من تییاگو سیلوا. کجاش درد داره؟ 7-1 آلمان. 6-1 بارسلونا. یاد شوخی. من که برای PSG بازی میکنم. شماره 4 گل سوئیس گل مساوی رو زد، اما میراندا میگفت که هولش دادن. حداقل بیای رو چک کن. نه. بکن دیگه مارتین. چرا؟ به چه دردی میخوره؟ به هیچ دردی نمیخوره. جان بچه ببین. باشه، 25 دقیقه دیگه دوباره یه خطا میکنن، اون دفعه نگاه میکنم. شماره 5 خطا روی خصوص. 25 دقیقه بعد مدافع سوئیس خصوص رو فیتیل پیچ کرد. پنالتی. نه. یه چک کن. چرا؟ به چه دردی میخوره؟ به هیچ دردی نمیخوره. برو به درک.